دوران طلایی خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یکی از درخشانترین فصلهای تاریخ اسلام دوران خلافت عمر بن عبدالعزیز است. روایت است که در زمان خلافت او والیان به وی خبر دادند: ای امیر المؤمنین، انبارهای بیت المال پر شده و دیگر جایی برای نگهداری غلات و اموال باقی نمانده است، چه کنیم؟ او فرمود: اعلان کنید هر کارمند حکومت که خانه یا وسیله سواری ندارد از بیت المال برایش تهیه شود. این کار هم انجام شد، اما باز هم اموال فراوان باقی ماند. سپس فرمود: در میان مردم اعلان کنید هر کس بدهکار است بدهکاریشان را از بیت المال پرداخت کنید و هر کسی توان ازدواج ندارد هزینه ازدواجش را فراهم کنید. این کارها نیز انجام شد، ولی باز هم بیت المال سرشار بود. دوباره از او پرسیدند: ای امیر المؤمنین، هنوز مال زیادی باقی مانده است، آیا چه کنیم؟ فرمود: به فقیران یهودی و مسیحی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی میکنند کمک کنید تا بی‌نیاز شوند. این کار هم انجام شد، اما باز هم نعمت فراوان باقی ماند. پس فرمود: ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد عطا میکند. و در پایان دستور دادند مقداری از غلات و اموال را بر فراز کوهها بپاشید تا فرندگان نیز سیر شوند، تا کسی نگوید در حکومت اسلامی حتی فرندگان گرسنه بودند. این فقط یک روایت تاریخی نیست، بلکه تصویری از حکومتی است که انسانیت در آن از نجات دین و رنگ بالاتر بود. حکومتی که هدفش ساختن قصرها نبود، بلکه سیر کردن گرسنگان بود، پاک کردن اشک مظلومان بود و جلب رضایت خداوند بود. برای معلومات بیشتر لطفاً با روشنکاران باشید.